سلام به کاکای گلم. اومدم براتون چی بازی کنم؟ سیسیلیون. نگاه کنین کسی که روبرو منه ای دختره بود که یخ میندازه. خب آدم میگه بیو دارم میام. میریم که یه بازی خوبی داشته باشیم. دیگه ویدیو طولانی شد، من سعی میکنم اینا رو بپکنم براتون، نتونستم شما بپکنیم. دیگه بی زحمت که دارین نگاه هم میکنین یه انگشت کوچیکتون رو بزنید. وای 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 دستش آدم میدونی نمیدونم برای چی همچین حرکتی زد، به خدا نمیدونم. نگاه رندوم اومدیم تو بازی. خب خلاصه میخوام دیگه براتون بپکنم، مچ جمع کنم، هم کیل ندیم. یه جورایی میشه بگی سیسیلیون باوز قباری هم هستم. قدیم خیلی بازی میکنم، دروغ میگم خیلی میدونم. این آدمون هم مثلا اومده برای ما موشک. وای همه اینجا، منم بیام. نه وای تلک بیدم ولی دیدیم این آدمی یخ برد میکنم. لشی بازی کافی یخ من بردم دید. چه لشی بازی. خب دیجو میکشی دیجو میزنی یاد بگیرین ها. دیجو میکشی دیجو میزنی یادم میخواد. خب خلاصی بیم با همین ولی در وای آدمو زدش نزدش. مشت خانم ما کلی کسی رو نمیدازیم. یادم میخواد بیاد برای من بیام سیکو کیلا من میدازن. میبینی اگر انا من کلی کسی رو ندازیم. خب این دیگه لاک پاش بزنیم براتون. اگه دختره زیاد حرف میزنه بگین تو براتون بعدن صداش اوضاع کنه. بس چیه کوچکا بزنیم. بنده خدا جنگلیش اسکل شده. ماشالله یاره ما امونم نمیدن اما سب بده کی به کیه. من بیایم نگاه زدم چون که لازمه. بعد یه چی هست بچه ها این نکته یادتون نره. سیلیون نه کلا لول زن تا جایی که من میدونم وقتی داریم بازی میکنیم سعی کنیم این چیو رو از اینا بدوزیم. خیلی حال میده. نه که برین مال یارتون رو بدوزین ها. فازکی بازی در نیارین. بیاین اینجا نگاه بز نشونت بدم. اینجا یه چیه یه چی هم خودت بعد میفهمی چی این میدوزی جوری میام. خب البته بریم ببینیم اینا رو زیر کوله میزنیم. پشمام بچه ها نگاه بکنم همه کلای من دارن میدوزم. میگه دشمن کایب یعنی دشمن چی؟ نفهمیدم منم ولی همین که ای گفت. خب باز اومده اینجا بریم یه ذره کمک بالایی کنیم. هم میرن کمک پایینی و ما میریم کمک بالایی. چه یه اومد اینجا مگه مالیده همینجور علکی نیست که منو بزنی. ای ما ماشالله شیر باش شیر. بیا اینجا بچه بیا اما تو کجا بتونی من این منو زد بچه من بازی رو پاک نگاه کن یارم زدش.
همینقدر، یعنی چیز خاصی نداره. خب که مثلا بگم وای گرفتش باز دوباره من خدا رو اینجوری میکنی یه جو میده باز کیل منو دزدید پشمون. ای وای آدم رفت بیت میدونی فهمید اگه وایس اینجا، اگه وای میستاد اینجا دیگه رحم بهش نمیکردیم. دریت بهتون بگم این منده خدا هم که فکر نکنم منو بتونه بزنه، ولی بازم بریم چی میاریم. بعدا میخوام دفترچه دفترچه خلاص نمیدونم دفترچه چیه، میخوام براتون دفترچه بخرم از دفترچه که توش مشق می‌نویسی. وای گرفتش بنده خدا رو باز دارم. آمون چه خبره نمیسن پشمان اینجا بچه. خب خلاصه این سیسیلیونه بهش میگن استاد، من بهش میگم استو. بنده خدا قدیم کار میکرد، شغلش خوناشام بود، آدم میکش آدم میخورد، کردنش بیرون مجبور شد یه عصای بگیره دستش بیاد تو دنبال اینا. وای 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 وای. بعد اونا نگاه میکشیش یه جو میزنیش یه جو دیگه، وای بسر یک دیگه بهش میزدم میمورد. باورت میشه؟ نگاه بدبخت اینجا مونده چیکار کنه. همش هم دارن جنگلی بنده خدا رو داریم میزنیم چپ و راست. اینا چقدر فان کرده و اینا. بچه ها کتاب آوردم برات، وای اونا درگیری بالا. نزنم یکی دیگه شرم. بیا وای بچه همچنان که میبینی اینجا چیکار میکنه؟ مسیرت اونجا اینجا چیکار میکنه؟ ایبی نداره. خب ایبی چی؟ یه جو میزنی یکی دیگه میزنی پشتون ترسید میمیره ناموسن. شیشش رو زد پراتون بریزه، ترسید بمیره دیگه. خلاصه هم باید بهتون بگیم. خب 14-0 پشمات بریزه. من برم این پایینه چند تا کیل بگیرم، اگه کیل بذارم بچه ها باید میزنن پشم. اما چه تونه لاشی آمد پدر کشتگی دارین با من. یه همه آدم اینجا بودن 5 تا منتظر من بودیم. ضعیف کشی میکنن میدونی، ضعیف کشی میکنن. بنده خدا بالو چکا میکنم. یه میرو یکی ها ولی من باش بلد نیست. من فقط استاد سیسیلیون آلکو. خب 8 دقیقه بازی خیلی طولانی شد. باید بریم بدیم سینه‌شون، یعنی بریم تمومش کنیم. از وسط دوست دارم جمعش کنیم. بیت بریم. پشمان رفتی تا به بیرونه نمایی. چه خبره؟ چی برد بکنم؟ موشک برای ما میندازن آواز کنم. بدین اینو من بزنیم. من زدمش. مانو میبینیم مانوم کم میاد به جای این قرمزه. این وای من بگیرنم. آمون پشمون نگاه کن ندازین جون مادراتون کیلای منو. بدبخت چه کنه که بیدم سعی کن. چقدر میدازن از من چه فایده داره تو فایت برم. خودتون شاهد باشین. نگاه همه کیلای من دارن میدازن. این بدبخت الان میمیره. نتونستم بکشمش.
بازی 10 دقیقه شده. حالا هر چی بشه دیگه من ولش میکنم وسط. بچه ها لایک یادتون نره، دوستم نداشتین فوش بنویسین حداقل تو کامنت ها، بگینم چقدر بازی تخمیه، یه چی بگین خلاصه. خب حالا باز دوباره باید بریم وسط. ما یه دونه کولمون رفته، اونا 3 کوله مونده از اون. این نیست زدتش. بیو بسر. این آدم میخواد به ما بازی یاد بده. مردی بدبخت. منی بازی رو برد. اینجا کیل من بود همشون کیل من هنو. دروغ نمیگم بهتون، میتونین نگاه کنیم. بزنون یه دونه بره. نگاه اینجوری یه دوی پرت میکنیم، میکش میزنیم. نگاه کن یه کار بعد آخر بازی شما خیلی شاخ نشونی میشین. نگاه کن آدم مجبور شد برسید میکشیم. وای چی دمیج دادم. بچه تاورشون رفت یعنی اینجوری بکنم. پشمام باید اینو بزنم. نتونستم بزنمش ولی خب دست خوش. جی کریپا دارن مینن. اینا فکر میکنم مچ میخوام برگردونن، نمیتونن. دلم براشون میسوزه. من کی باشم دلم برای اینا بسوزه؟ من خودم میخوام بازی ببرم. خب لشی بازی همونو سیری همونو یا کیل همونو میدوزن. 2 بار مردم، یه دونه کیل دارم، 15 تا اسیست دارم. به کی بگم؟ ولی ایبی ندارم. سیسیلیان لارج، میدونی لارجی یعنی منظورم میگم یه ذره آدم گلیه. برم لورد با یه دونه از اینا براتون بزنم. نگاه کن یه دونه، زیادی نمیزنم. هم یا یه دونه بزنمش. مثل نتونستم با یه دونه بزنمش، ولی بازم تلاشمون میکنیم سری بعد با یه دونه بزنیمش. کسی اینجا قایم نشده. ای بای بند شده. بنده خدا چه دمیجی خود. یه هم آدمون که اول بازی اومد به ما کیل دادم. الان من تنها با لورد چیکار؟ اونا چرا نمیان؟ بچه چرا نمیان؟ خواهد اصلا کریپ نیست. خواهی اینا هم از بیس بیرون نمیان. بیان نه پشمون. زدمش بنده خدا مرد. این چی میگه؟ زدش امتحان بیا. تو خیلی داری به اینا. تانگیشونو باید بندازم به اینا جون نده. اینو بزنم. پشمون با چه دمیجی رفتش؟ فرار یارمون اومد دمش گرم.
بابا دمتون گرم. حالا ویدیو لایک کنین، حوصلتون ندارم. نه راست ویدیو لایک کنین، حوصلتون هم ندارم. میرم میخوابم بچه‌ها. نگاه کن دروغتون نمیگم، 3 ساعت چند براتون دارم ویدیو میگیرم. ساعت 1:50.